امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در چارچوبه سفری رسمی به یاپونیا وارد شهر خیراسیما شدند. در فرودگاه بین المللی شهر خیراسیما مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون را نمایندگان والامقام حکومت شهر خیراسیما گرم و صمیمی استقبال گرفتند. سفر رسمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در شهر خیراسیما آغاز گردیده در شهرهای کیوتو و توکیو یاپونیا ادامه می‌یابد. در شهر خیراسیما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با نشان احترام بلند و صمیمی به تاریخ و تمدن مردم یاپونیا در باغ یادبود صلح در زیر مجسمه یادبود قربانیان بمب هسته‌ای گلچند برگذاشتند. خیراسیما یکی از شهرهای معاصر یاپونیا به شمار رفته در جزیره خانسیو جایگیر است. 6 آگوست سال 1945 در روزهای انجام جنگ دوم جهانی بعد پرتافتن بمب اتمی شهر پورا خراب گردید. برای گرامی داشت قربانیان این شهر و به خاطر فاجعه پردهشت در اینجا باغ یادبود صلح بنیاد گردید. در یک گوشه باغ خرابه‌های گنبد گمباکو که در وقت ترکیش یک قسم آن باقی مانده است تا امروز نگاه داشته شده است. اطراف مجسمه مکان سیر و گشت ساکنان و مهمانان میباشد. سال 1996 گنبد گمباکو به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کرده شد. در حدود باغ یادبود صلح همچنین آثارخانه یادگاری صلح خیراسیما موجود است که در آن مجسمه ها و بسیار دیگر نگاره ها برای گرامی داشت خاطره قربانیان فاجعه سال 1945 جمع‌آوری گردیده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون بعد گذاشتن گلچنبر در نزد یادگاری قربانیان فاجعه و پس از شناسایی با آثارخانه در کتاب مهمانان فخری سایه دست گذاشتند. بر رهبریت آثارخانه همچون رمز احترام تحفه‌های خاطروی تقدیم کردند. در مراسم گلچنبرگذاری سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمون را رئیس شهر خیراسیما کازومی ماتسوی و دیرکتور آثارخانه یادگاری صلح خیراسیما کنجی شیگا همراهی کردند. این بازدید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون از باغ یادگاری صلح نشانه عالی بشردوستی و گرامی داشت قربانیان استفاده سلاح قتل عام میباشد. Рабу написано много имен пострадавших в обыске Стопровской.